میخوای اون رو ببینی؟ کلاً انجام دادن هر کاری واسه اولین بار خیلی سخته. من از همون اولش هم یه رویا پرداز درجه 1 بودم. کافی بود یه چیزی نظرم رو جلب کنه و بعد از اون همه اتفاقات توی ذهنم ادامه پیدا میکرد. مثلا تو رویاهای بچگیم یه نوازنده حرفه‌ای بودم که داره رو استیج میترکونه. چه راه دور بریم؟ همین وضعیت الان من رسما اولین باره که دوربین گذاشتم جلو خودم، به دوربین نگاه میکنم و تصور میکنم که دارم با تو حرف میزنم. 10-11 سالم بود. یه روز مامانم دستمو گرفت برد توی ساختمون 4 طبقه. از طبقه آخر صدای ساز آواز میومد. یه نگاهی بهم انداخت، گفت چه سازی دوست داری یاد بگیری؟ منم گفتم پیانو. یه چیزی که برداشتن اولین قدم واسه من داره اینه که من رو از رویا میکشونه پایین و مواجه هم میکنه با واقعیت. این شد که هر هفته پنجشنبه صبح از اون 4 طبقه بالا میرفتم و تصور میکردم قراره بزرگترین پیانیست جهان بشم. بذاری مثال بزنم بفهمی. ببین مثلا من میخوام یه چیز جدیدی رو شروع بکنم. توی این کیس من میخوام اسپانیایی یاد بگیرم. هنوز در حد یک ایده است این تصمیم و من تو اون مرحله دارم تصور میکنم که دارم یه بلبل اسپانیایی حرف میزنم. هنوز نمیتونم یک کلمه اسپانیایی تلفظ کنم اینجا. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي. اما یه چیزی که قبل از اینکه اولین قدم رو بردارم میاد سراغم که بعضی اوقات هم مانع این میشه که بتونم مثلا سر تایم استارت کاری رو بزنم یا هی بندازمش عقب. ترس از شروع کردنه. ترس از شروع کردن باعث میشه من بیام دقیقاً نقطه مقابل اون خیال پردازیه رو انجام بدم و با خودم بگم که اوکی، اگر که خیلی خوب نباشه چی؟ اگر که اصلا برم و وقت و انرژی و هزینه بذارم و جواب نده چی؟ یا مثلا دوستش نداشته باشم چی؟ از اینجور فکرها دیگه، مخصوصا توی کارهایی که باید خودتو در معرض دید و قضاوت قرار بدی، خیلی این ترس میاد سراغ آدم که مردم چی میگن. مردم که لزوما مردم نیست، مثلا خیلی اوقات خانواده و دوستای خودت هم میگه مثلا اینو بذارم فلانی چی میگه، یا اگر این کارو بکنم قضاوت فلان کسا چیه و اینا. بعد از 4 سال خیلی سخت میتونستم قطعه فوریلیزه رو بزنم. اگه یه ذره درگیر موسیقی باشی میدونی که همچین قطعه سخت و پیچیده‌ای نیست، مخصوصا قسمت اولش. و خب نتیجه این شروع واسه من یه شکست بزرگ بود تو اون سن. من فهمیده بودم که نمیخوام یا اصلا نمیتونم که بزرگترین پیانیست جهان باشم. سعی میکنم اینجا دیگه خیلی منطقی با خودم برخورد کنم، خودم رو بنشونم و بگم اوکی وقتشه که ما الان جدی با هم صحبت کنیم. بعد از اینکه پیانو زدن رو ول کردم تا سالها، وقتی شبکه من و تو یه ویدیو از یه سگی نشون میداد که داره پیانو میزنه، مامان من یه آهی میکشید و یه نگاه تأسف‌باری به من مینداخت و اینا. اما خب من ته قلبم میدونستم که خب اون هیچ وقت مسیر درست من نبود. اینجاست که به خودم میگم ببین تو اصلا فکر کن نرفتی تو دل ماجرا، اصلا شروع نکردی و خودت رو توی اون موقعیت قرار ندادی. با این کار فرصت اینو از خودت گرفتی که ببینی اصلا این رویایی که داری به دردت میخوره یا نه، اصلا آدمش هستی یا نه، یا اصلا واقعا قلبا دوستش داری یا نه. اونجایی هستش که تو بتونی نیازهات رو برطرف بکنی یا نه. اگه شروع نکنی انگار خودت رو حبس کردی توی یک رویای دست نیافتنی و
حالا باید ببینی کدوم کفه ترازو واسط سنگین تره، این ترسه شروع کردن یا اون پشیمونی که ممکنه تا آخر عمر همراهت باشه که من کاش تو اون سن فلان کارو میکردم، من کاش میرفتم فلان مثلا قضیه رو شروع میکردم، فلان چیز رو یاد میگرفتم. توی بدترین حالت تو دیگه سراغ اون کاره نمیری. مثلا تو بدترین حالت من دیگه دست به پیانو نمیزنم چون میدونم آدمش نیستم، اما همین کشفه باعث این شد که من بتونم گذر کنم از اون رویای بچگیم و بگم که ببینین اصلا رویای من نیست. بعد من انسان مگه مثلا به جز تجربه کردن، به جز آزمون و خطا، کانسپت دیگه ای رو مگه باید درگیرش باشه؟ همینه دیگه، تو به عنوان یه انسان مثلا میای که زندگی بکنی و اگر چیزی رو شروع نکنی، تجربه نکنی، نمیدونم، توی حس میکنم زندگی نکردی. یه چیز جالبی که داره وقتی که شروع میکنی، مخصوصا اون کارهایی که فکر میکنی عمرن اساسش بر بیای، وقتی که اولین قدم رو برمیداری و سعی کنی یه ریز ریز قدم های اول رو برداری، بعد یه مدت با یه بخشی از خودت آشنا میشی که تا الان نشناختی. من عاشق اون حسم، عاشق اون لحظه‌ایم که میتونم یه بخشی از خودم رو آنلاک بکنم. خیلی اسکلان است با دور میتم سرم، واقعا اسکلان است.